یه بار دیگه حرکت از سمت راست، کریس رونالدو پیکه به استقبالش اومده، موفق خود رونالدو رو پای چپش، رونالدو ضربه‌ای که در دستهای ترشتگن قرار میگیره. مودریچ، این پاس تو در حالی فرصت، بنزما درست جایی که ترشتگن هست. ببینیم با این ضربه کرنر چه خواهد کرد. توپو میفرستن، مشت دروازه‌بان توپ رو دور میکنه، مارسلو سریع برمیگردونه به روی دروازه، فرصت به تیر دروازه برخورد کرد، توپ توی دروازه قرار میگیره. کاسمیرو حساب کار رو 1-0 میکنه در 28مین دقیقه مسابقه. رئال مادرید 1، بارسلونا 0. یک بار دیگه صحنه رو به اتفاق ببینیم. مارسلو، دو تا بازیکن در آفساید بودند اما سرخیو راموس اومد ضربه رو زد، توپ به تیر دروازه خورد و در برگشت اون سمت کاسمیرو توپ رو تبدیل به گل کرد. واقعا تشخیص سخت بود، کمک داور ظاهرا فوق‌العاده کار کرد. به نظر می اومد که تصمیمش درست بود در ادامه بازی. امتیازات تقسیم شد. یه بار دیگه حرکت، فرصت هست، یه موقعیت رو پای چپ، ضربه رو میزنه و توی دروازه. لیونل مسی خیلی زود حساب کار رو به تساوی میکشونه تا خیلی جو ورزشگاه سنگین نباشه. سکوت بر ورزشگاه سانتیاگو برنابئو. حرکتی که انجام شد، به قلب دفاع زدند، یک لحظه غفلت از مسی باعث شد که اونا به گل برسند. شاید همه فکر میکردن در وقت اول که باید به سمت راست نواس بزنه، دقیقاً به جهت عکس زد و توپ هم درون دروازه جای داد. دنی کارواخال، کریس رونالدو، مودریچ رو پای چپش، مودریچ ضربه رو میزنه و چه واکنشی از ترشتگن. کریس رونالدو بر میگردونه. سوارز توپ رو میگیره، خطایی هم در کار نیست. در ادامه فرصت هست، پشت محوطه جریمه، باز هم از راه میرسه مسی. این بار ضربهش در شرایطی نامتعادل‌تر. دنی کارواخال، مارسلو، خود مارسلو در عرض حرکت میکنه، این ضربه پای چپ تونی کروس و در حد عالی ازش به خاطر داریم در همین مسابقه. مارسلو توپو میفرسته به روی دروازه، فرصت و باز هم توپی از دست میره. آسنسیو، مارسلو از کمند آفساید رها شد، توپ رو فرستاد، بنزما زد و باز هم ترشتگن، این بار پاهای ترشتگن. مسی، راکیتیچ به سمت چپ، یه بار یه راکیتیچ، فرصت پاکو الکسر، این بار نوبت نواسه که مثل همتای خودش با پا توپو برگردونه. منتظر ادامه نتایج. توپ رو بلند میفرستن به روی دروازه، پیکه، چه سری زد، چه توپی گرفت نواس. یه بار دیگه فرصت هست، موقع رونالدو صاحب توپ میتونه باشه، کجا زد ضربه رو رونالدو. آیا افسوس این ضربه رو تا پایان بازی میخوره یا فرصت دیگه گیرش میاد؟ اینیستا میفرستن توپ رو، فرصت هست برای سوارز و باز هم نواس. شب درخشان دروازه‌بانان دو تیم. خود مسی رو پای چپش، مسی ضربه او و نواس. حالا در برگشت فرصت هست برای مارکو آسنسیوی بسیار خطرناک، میتونه ببینه رونالدو رو. ترشتگن، فرصت برای مسی، راکیتیچ، خود راکیتیچ روی پای چپش، راکیتیچ و توی دروازه. ایوان راکیتیچ بارسلونا رو در مادرید پیش میاندازه. بازی جذاب و تماشایی دو تیم، این بار با گلزنی ایوان راکیتیچ همراه میشه. مسی یه لحظه این توپ رو ازش گرفتند،
راکیتیچ رو پای چپش آورد، این بار دیگه هرچه به خودش کش اومد نواس نتونست این شوت فنی دقیق و تماشایی رو از ایوان راکیتیچ مهار کنه. هفتمین گل فصل لالیگای او، یک گل بسیار مهم و تماشایی بوده. ایوان راکیتیچ. بارسلونا 2 رئال مادرید 1. حالا مسی و این تکلیک یک کارت زرد رو قطعاً، بله کارت قرمز برای سرخیو راموس. بهت و حیرت در سانتیاگو برنابئو و این زیدانی که دیگه بله کاپیتان رئالیا اخراج میشه در این صحنه. کاسمیرو هم زمین رو ترک کرده. این که مستحق دریافت کارت قرمز مستقیم بود یا نه گفتنش یه مقدار سخته. به هر حال مسی اگه از او عبور میکرد وارد نیمه زمین حریف میشد. آندره گومز 1 و 2 با سوارز. خود گومز توپو میفرسته، فرصت برای پیکه و باز هم فوق‌العاده کیلور نواس. رئال مادرید یه فرصت برای مسی، خودش دور زده، خود مسی فرصت برای ضربه. نواس شب نواس کم کم تو سیو ها هم داره پیشی میگیره از ترشتگن. کیلور نواس، تونی کروس، مارسلو، خود مارسلو فرصت برای رئال و توی دروازه. خامس رودریگز 10 نفره رئال رو به گل تساوی میرسونه. رئال مادرید 2 بارسلونا 2. چه بازی هست امشب.